تو مولوی صاحب و جناب دکتر صاحب و جناب فلانی خود کشیده رایسته، خیر است به خاطر این پیسه خو برو اگر به دیگر نیت نمیری. نکو مرکز به مردم اعلان نکو، سرت شکنجه و ظلم نیست، این ملت به تو ضرورت داره. بله دی طور جای نرو که راستی امو سویچ اول است، در سویچ اول دست نزنی، سویچ ها برای تو خیلی مناسب است. دی سویچ برو کار کو، دعوت کو، میدان به مردم اعلان نکو، همینطور اعلان بکنیم. ما بس اوقات آنقدر غضبم میایه ولی به خاطر دین الله شما باور به الله بکنید. بس تا علما قطعا بحث کرده مولوی صاحب دخترا هم درس میگی، من میگم نه الاکو الاکی که دخترا بروا کلش دموکرات شوه، کلش بازارا رو ببینی که نه حجاب به چشم نبینی. حالی الحمدلله در کابل بیا خاری چشم دشمن است که با حجاب خواهرها از هر مرکز میبره هر کدامش. حالی الحمدلله استاد میشه لکچر میده یک موضوع. شما جوانا کدامتان کنفرانس گرفته برای خود راستی تا نبگویه؟ برای به خاطر نوروز در کدام جای کدام جماعت جور کردی؟ تالی را کدام محضره را گفتی؟ بگویه. خواهرها گفت الحمدلله، خواهرها گفت کنفرانس گرفته، مادرها را طلب کرده، برشان لکچر داده که نوروز این طور است، این طور است، این طور است. من میگم که یک لحظه ما موتور تیر نشوه میدانه به یا از همین دموکراسی لعنتی فایده ورداشته میتونه، شما ورداشته نمیتونی، شما نمیتونی. خو ملا تو خو نه از اون جانب خدمت دین کردی نه از این جانب، پیش الله رفته نیستی. خودت هم خدمت نکردی، ما را هم تخریب کردی، پشت ما چی کردی؟ بیانات شروع کردی، پیش الله رفته نیستی. الله از پیشت سوال میکنه. اینطور خو نیست که یک آدم مسئولیت ادا کنه. نه، ما زحمت بکشیم، کار بکنیم. تالی رسل ما شکنجه و ظلم نیست. لنبوئ انهم فی الدنیا، الله میگه ما خابرشان جای میدیم، سکونت میدیم در دنیا، حسنتا جای خیلی خوبه بهتره. همونطور بود صحابه وقتی که در حبشه رفتن یقینا قابل نوازش احسومه قرار گرفتن. پاچای حبشه خواب قدردانی کرد. مشرکین مکه سوغاتا را روان کرد پشتی سر که واره پاچای حبشه را تحریک کنه، پس واره نعوذ بالله برگردانه. لیکن او آدمی اینطور سرسری و لوبالی نبود، دنیا پرست. طلب کرد کل گیره. در مورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دعوتش سوالا را شروع کرد. جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه جوابا میگفت. او آدم متاثر شد، بالکل پس رد نکرد، توفه های مشرکین پس داد و مجاهدین جای داد. بعد از او الله متعال در اینطور یک ملت و قوم این مهاجرین الله روان کرد که دو زن خودم یکیش طلاق داد که مهاجری بگیره، دیگر خود چی میکنی؟ والله قسم اگر برادر امی قدر قربانی را برد بده یا پدر نمیده به می اندازه. کدام محبتی که الله در بین انصار و مهاجرین، یه عزتمندی الله متعال است که مهاجر گرد پایش مردم سرمه چشم خود میکنه، انصاری در سر قلب خود پای مهاجر افتخار میدانه. ماستیم که به مجرد یک نفر مسلمان در خانه ما یک روز نان بخوره خلاص هستیم. باز الله مترجا الله وعده کرده به خاطر دین الله هجرت کنه، یقین به الله بکنی طور کسای پیدا شوه که طور خدمت تا بکنه که پدر و مادرم نکرده باشه. این یاد داشته باشه، خود تو به خاطر دین الله خدمت بکن. لنبوئ انهم خامخا جای میدیم یارا فی دنیا، در دنیا، حسنتا جای نیک، جای بهتره. بعد ولا اجر الاخرت، پاداش آخرت اکبر، خیلی بزرگ است. چقدر الله خود میدانه. لو کانوا یعلمون، کاش که میدانستنی کفار بی خبر از این محبت اسلام، از این فداکاری اسلام، از این صمیمیت اسلام، از این ارزش های اسلام. این بدبختا نمیفهمه. الذین صبروا، مهاجرین و کسانی بودن که صبر کردن، اول سخت واقعات دشوار پشت سر خود گذاشت. بله، متانت سر ایمان در راه دعوت مستقیم رفتن گپ یادی نیست، باید بپذیری. ابلیس لعین برد میاد چی برد میگه؟ چرا خودت در جنجال انداختی؟ هم خدمت مردم، هم اولاد مردم بکن، کلمه را برش یاد بده، هم باز پشت سر تومت بکنه. چی بلا زده تا دیگه یک روزم نرو. اینجا شیطان سرت پیروز شد، زد از کار بزرگ دعوت تو را چی کرد؟ محروم کرد. نفس تا بالا برد اینقدر او تو را از بزرگترین خدمت
بازگذاشت. میفهمی؟ از او خاطر متحمل شوی، خیر است. به خاطر دین الله متحمل شوی. ابلیس لعین نمیخواه خدمت شما را، نمیخواه شما در پیش الله ارزش پیدا کنه، نمیخواه شما قدر پیدا کنی پیش الله متعال. نه، از صبر کار بگی. چطور کنیم؟ نه هیچ چیز باقی نمانده، قطعی مردم کلگی خیسته. و علی ربهم یتوکلون، بعد از استقامت فقط اتکا بالای الله دارد در تمام حالات. اگرچه اسباب و وسایل ظاهری و مادی را نداره که مقابله بکنه، لیکن فقط یک امید داره. خدا به کی میسپاره؟ به الله متعال. باز میبینی که الله چطور نصرت میکنه. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، روان نکردیم نفرستادیم پیش از توی مگر پیغمبرا را نوحی الیهم که ما وحی کردیم به سویشان. فاسالوا اهل الذکر، سوال کنی از اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیفهمی. بالبینات، روان کرده بودم بامرای معجزات، دلایل و زبور بامرای کتابا. و انزلنا الیک الذکر، بتم روان کردیم قرآن کریمه لتبینه که واضح واضح بیان کنی، تشریح کنی، تفصیل کنی، للناس برای مردم، ما او هدایات تعلیمات نزل الیهم که برشان نازل شده. یکی ولعلهم، شاید که مردم یتفکرون، بسیار دقیق برنامه و تعلیمات تو را زیر مطالعه بگیره، مورد عمل قرار بده، خب فکر سرش بکنه که تعلیمات پیغمبر چی ارزشی بالای داره، چی پیام و عاقبت خوبی داره. یتفکرون شوه، مردم تفکر کنه. آیت مهم، آیت اسیره خب یاد داشته باشی. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، بدبخت ها میگفتن وای پیغمبر، از انسان ها برای ما پیغمبر بیا. الله متعال جواب میگه که چرا پیغمبر سابقه پیغمبر نبود؟ شما حقیقت دعوت نمیفهمی. پیغمبر دعوت دهنده است، معلم است، مربی است، تزکیه میکنه تابعین خدا. و این کسی باید باشه که از کل جزئیات شما، از جزئیات زندگیتان خبر داشته باشه، از احساساتتان معلومات داشته باشه، از حوایجتان اطلاع داشته باشه، به خاطری که مناسب حال شما بیان کنه، مناسب حال شما چی تربیه بکنه، دلایل ارائه بکنه. شما نمیفهمی. پیغمبران سابقا همین قسم انسان ها بود. بله، اگر به خاطر ازید اطمینانتان پیدا شه، سوال کنید. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر شما سوال کنید. یک تعداد بدبختا از ذکر همی ذکر مراد ذکر خود میگیره. ذکر از یا چیسته؟ ذکر از یا را میشناسی؟ ذکر از یا ناتخوان در لاسپیکر استاد شود، 5 نفر در گردش استاد شود. این ناتخوانش چی میخوانه؟ بگوی دا پیر ترکیه خان ده، دا ای پیر چی هسته؟ بگوی یمنی خان است. همونطور باز بگو کامل است، مکمل است، از آلیت خبر داره، در یک دقیقه مریدای خود این در هر شام رسانده میتونه، در 2 روز نماز و روزه هم سرش ساقط کرده میتونه، در روزی 5م زن و مرد مختلط شده میتونه، باز دیگه کلی گپا برد آزاد شده میتونه. این صفتای پیر صاحبا را میکنه. پیر صاحبی جا نشسته است خیلی ببر. خب میگه اینی اهل ذکر است. اهل ذکر، ذکر خو ما پیش براتون تشریح کرده بودیم. اینجا مراد از اهل ذکر اهل کتاب است. کتاب چرا بزرگترین خیلی مهمترین چیزی که انسان بیدار میسازه، هوشیار میسازه چیست؟ کتاب است. یادآور میشه واقعات و داستانای سابقه را، جنت و دوزخ، احکام الله را، کلش یادآوری میکنه. ذکر نام کتاب است. باز که ذکر او ذکر را بگیریم، کدام ذکر است؟ ذکر او است که اونجا یاد الله تعالی میشه، یاد پیر نمیشه، بزرگی پیر بیان نمیشه، کمال پیر بیان نمیشه. پیغمبر میگه لا تطرونی، مرا مبالغه نکنی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. مثل که نصارا در مقابل عیسی ابن مریم مبالغه ها کرده بود. دیگه پارا نکنی. گاهی صحابه را دیدی که پیغمبر در پیش روش مدح کرده باشه؟ نکرده این کارا را. یا ای اهل ذکر. اهل ذکر علمای اهل کتاب است. از علمای اهل کتاب سوال کنی. ان کنتم لا تعلمون، خودتان نمیدانی در کتابای شما که عقیده برش داره، از علمایتان سوال بکنی که پیغمبرا ملک بودن یا انسان ها بودن. این آیت یکی خو صوفیا ایرا اهل ذکر سوال کنی. اهل ذکر کدام اهل ذکر است؟ امی هو کی میکنی؟ اهل ذکر نیست، اهل وحی است. ذکر مراد از پیشش وحی است، کسی که با وحی الله آشنایی داره. از اهل وحی سوال بکنی. پیر صاحبی تو خو یک روز هم مدرسه را ندیده،
مردم برای فریب میگن برای من علم لدونی داده شد. پیغمبر علم لدونی نداره. صحابه اصحاب صفه از دستی که چی خوراک پیدا نمیشه زوف میکنه. زوف در صفه مسجد نبوی افتاده است، ماها احادیث پیغمبر حفظ کرده رایسته. پیغمبر برای از علم لدونی داده نمیتونه. امروز آدمی بدبخت پیدا میشه علم لدونی پیشش است. خیلی خوب، علم لدونی داره پیرید بیارشه. 2 آیت قرآن کریم برش میگم تفسیر کنه خلاص. 2 حدیث پیغمبر از سندن متنن بخونه تشریح کنه که میتونه یا نمیتونه. اینطوری مردم ها را که در اینطور معرض قرار نده، مردم فریب داد، مردم تباه کرد. در جماعت نمیره خیرت است. نه پیر صاحب خواه این جماعت در مکه میخونه. عجیب است. اوجا قطی زن تناششته ای چی گپ است؟ در مورد پیر صاحبی تصور نداشته باش. شریعت جداست، طریقت جداست. طریقت خود طریقت است. خب عجیب است. نه ای چطور چرا توپ میزنه، بیهوش میشه، مست میشه، وجد گرفته شه. خیلی خوب، بیا که در سری بام ببرم شد، در سری موره، در لبی موره که میره وجد میگیره یا نه؟ اهل ذکر. یا از یه آیت این رقم غلط استفاده دیگه. مقلدین ما، مقلدین کور، مطلق مقلد نمیگم، مقلدین کور، دنبال روی که بدون هوش بس خوشگوتری هر کس میپذیره، فقط از یک نفره، از دیگر هم نه. وی آیت قرآن است، فاسألوا اهل الذکر نکن. خب بدبخت، ذکر چی را میگه؟ وحی را. کسی که اهل وحی باشه، یک عالمی که علم با کتاب داشته باشه و بعد از او تو تابعداریش میکنی، به اعتبار چی تابعداریش میکنی؟ دلیل. این خوب از تقلید نشد، خود اتباع شد. قرآن میره برات گفته که از اهل ذکر سوال بکن. نمیفهمی مسئله را. هر ما بعضی اوقات می مردم مرا میگه که پدرای ما چطور میشه. ما گفتم پدرایتون ان شاء الله جنت میره، الله متعال برش جنت میده. چرا؟ و به مولا رجوع کرده من حیث ازی که عالم قرآن و حدیث است و برای ما مسئله را ضروری چی میگه؟ قرآن و حدیث. سرش عمل کرده ان شاء الله انما الاعمال بالنیات. لیکن و در جان کی؟ مولا. که مولا قرآن و حدیث خوانده بود یا نه؟ 4 کتاب خوانده بود. باز میگفت الله متعال در 4 کتاب شریف میفرما در بلندی باید بلند خوندن، در پستی باید پست خوندن. این را یاد داری؟ مولای کوچی شده بود، مولای کوچی شده بود، نماز پیشین و دیگر در سری کو بوده، قرائت جهر کرده، سباکی پایین شده در دشت، نماز شام بوده، آیسته خوانده. کوچی برش میگه ملا صاحب یک ملای دیگه معبود شام جر میخواندی را خفیه تو اینطور میخوانی. و یه بیاقل الله تعالی در 4 کتاب فرموده در بلندی باید بلند خواندن، در پستی باید پست خواندن. غم در سری ملاست، ملا میده. اهل ذکری را میگه. خیلی خوب جناب، اهل ذکر گفته، اهل علم. یک امام شافعی رحمه الله است، یک امام ابو حنیفه رحمه الله، یک امام ایره تو امام کرده. یعنی دنیا علماست الحمدلله. تنها گپ امام ابو حنیفه رحمه الله قابل قبول است، یا تنها گپ امام شافعی رحمه الله قابل است، یا اهل ذکر کلگی را شامل میشه. خیر چرا خدا کور میسازیم؟ خب خیلی خوب، آیا ائمه مجتهدین خطا شده یا نشده؟ امام ابو حنیفه رحمه الله خطا شده یا نشده؟ تو همین کل مسائلی که در فقه جمع است کلش مسئله امام ابو حنیفه رحمه الله است؟ سند داده میتونی که کلش مسئله امام ابو حنیفه رحمه الله است؟ نه. بیا درکم تو از 1 نفر تقلید نمیکنی، از 1 میلیون نفر تقلید میکنی. تو مقلدی صاحب کیستی؟ بگو ابن عابدین صاحب فتاوای شامیستی، کل مسئله از اونجا میگیری. تو تقلید از این میکنی، از امام ابو حنیفه رحمه الله رحم نمیکنی. چرا اینطور میکنیم؟ از انصاف کار بگیریم. دینی را نمیگه. علما چراغ است، روشنی را برای ما کرده. این چراغ قدر و قیمتش میدانیم، این را بد و رد نمیگیم. یادتان باشه که کسای ائمه را بد میگه و از جمع ما نیست. ما از وا اعلان بیزاری میکنیم. سلف ماست، یعنی عقیدهشان بود، به اینمی راه ما روان میشیم. اهل ذکر قرآن گفته. شما که سوال میکنی از ما جواب بگویم. این جواب به خاطر چی گپی مرا قبول میکنی؟ که من از قرآن و حدیث جواب دادم. اگر بفهمی پسان عالی فهمیدی که مولوی صاحب موافق قرآن و حدیث جواب نداده، میگیری یا در دیوال میزنی؟ در دیوال میزنی. همین دین است. ولی ما گرفتیم میره نعوذ بالله خدا چی کردیم؟ حلقه را انداختیم در 1 نفر بسته کردیم که اگر او در چا میفته قطعش در چا میفتیم، اگر او در راه راست میره در راه راست بریم. و برادر این گپ نیست. قرآن کریم گپ نگفته. فاسألوا اهل الذکر، یا سوال کنی از اهل علم، یعنی از اهل وحی که کتاب الله متعال است. ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانی مسائل
بالبینات و الزبور روان کرده ان ارسلنا لك روان کرده بودی من قبل که الا رجالا با چی چیز روان کرده بودی؟ بالبینات با معجزات و دلایل و الزبور با دادن کتابا که تعلیم بده امت خدا و انزلنا الیک الذکر و رخم روان کرده بودم با تو خصوصی فرو فرستادم الیک بسوی تو الذکر قرآن کریمه و کتابی که نصیحت جامع است و کتابی که یادآوری تمام حوادث است و کتابی که انسان یک دم بیدار می سازه امو قوت های و امو انگیزه های درونی انسان یک دم شگوفا می سازه انسان یک دم مسئولیت شناس جور میکنه امو کتاب است ذکر به این خاطر برش میگه لتبین للناس که تو واضح بیان کنی برای مردم برای ازی که مردم عمل بکنه ما او هدایات و تعلیماتی را نزل الیهم که نازل کرده شده به سویشان. پس او کسی که انکار از حدیث پیغمبر میکنه مسلمان نیست و نمیتونه که چی بکنه؟ عبادت بکنه. الله ما را برای عبادت پیدا کرده، نقشه عبادت و کیفیت عبادت کی بیان میکنه؟ پس کسی که حدیث منکر میشه و کافر است، چرا که طریقه عبادت بدون پیغمبر من نمیفهمم تا که پیغمبر نباشه دیگه. ولعلهم یتفکرون و دیگه به خاطری که امت تفکر بکنه. بله، بیان تعلیمات پیغمبر و کتاب الله متعال محل تفکر است، سرسری نیست. تفکر بکو بی مزایای ازیره، افتخارات ازیره، ارزش های ازیره، خب سنجش بکو. یک ما نزل الیهم بعضی مسائل خواسته که بالکل نازل کرده شده پر توسط پیغمبر بیان شده، مسائل جدیدی که به وجود میاد. ولعلهم یتفکرون علما تفکر بکنه، بیاندیشه، اصل پیدا کنه برای همی حکم بعدی. اگر این اصل توسط اتفاق کلی مردم شد این اجماع میگه، اگر این اصل توسط اتفاق کلی مردم نبود، یک نفر بود، این اجتهاد میگه. این چی میگه؟ در دین قیاس و اجماع هست اما دلیل مثبت نیست. دلیل چی است؟ مظهر است. مثبت تنها چیست؟ کتاب الله و سنت رسول الله. دیگه آیت بر ما واضح ساخت که تفکر وظیفه ما و شما است. ما تأمل بکنیم، برنامه خود همونطور کورکورانه روان نیستیم، ده همه چیز تأمل و تحقیق بکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.